بچه‌ها سلام، چطورین؟ خب ما امروز اومدیم باغ کتاب دوتایی و اینکه جمعه است، یک و جلو شلوغ اینجا. الان من از جمعه بازار اینجا ویدیو گرفتم براتون، حالا در ادامه میذارم. خیلی وایب جالبی داره، همه چی میتونین اونجا پیدا بکنین. بهتون پیشنهاد میکنم حتما بیاین اگه تا الان نیومدین. و اینکه الان اومدیم داخل خود ساختمون باغ کتاب. طبقه اولش یه حالا فضای کاری داره تقریبا که میتونین بشینین برای درس خوندن یا کار کردن. اگر هم که به طور جدی دنبال مثلا فضای کار اشتراکی و اینا میگردین، طبقه بالا میتونین میز بگیرین و مثلا ازش استفاده بکنین. طبقه اول که الان ما توش هستیم خود همون کتاب فروشی بزرگش هست که حالا حتما میریم داخل بهتون نشون میدم، و فود کورت و اینجور چیزا. حالا طبقات بعدی رو هم حتما در ادامه ویدیو براتون میگیرم. سلام، اینجا موزه دفاع المقدسه که الان اینجا اینور گرفتیم، الان هم داره براتون میگیره. ورودی باغ کتاب و پنجشنبه که جمعه بازار تهران از اینجاست که اگر که از مترو حقانی بیاین، قشنگ ورودی مترو که یعنی خروجی مترو که بیاین بالا، قشنگ اینجا رو کامل تابلو زده. اینا تابلوها رو بگید. الان اومدیم اینجا محوطه باغ کتابه، اون برای اگه بگیرین اونجا ورودی باغ کتابه و ما الان میخوایم بریم. حالا من اینو گرفتم دستم که صدام قشنگ بهتون برسه. الان میخوایم بریم جمعه بازار که یه بازار تقریبا همه چی داره، اگر هم یه ذره اخمالو هم به خاطر آفتابه. همه چی هست دیگه، از صنایع دستی و غذا و فلان و همه چی هست. حالا میریم با هم دیگه میبینیم. بزنیم بریم. بچه‌ها از جمعه بازار باغ کتاب 2 تا گوشواره خیلی کیوت خریدم. یکیشون قورباغه است. موز بود، میکروفون رو بده صدام بیاد. 2 تا گوشواره موزی بود، بهش گفتم بگیر این 2 تا رو برداشت. موزی ها هم قشنگ. دفعه دیگه اومدیم موزی ها رو بگو باشه. باشه. همین. اینجا سالن تئاتر و نمایش و سینمای باغ کتابه. فودکورت و به قول معروف دیگه خدمت عرض کنم که گیشه بلیط و اینا همه اینجا. سالن‌هاش هم اون سمته. سالن‌هاش تعدادش خیلی زیاده، یعنی فکر کنم 10 یا 11 تا سالن نمایش داره. یه تعدادیش سالن تئاترن که طبقه بالا هم سالن تئاتر داره، یه تعدادش هم سالن سینماست. فیلم‌های خیلی زیادی هم الان اکران هستش. زیبا صدایم کن هست،
فیلم اسفند هست، کوکتل مولوتوف هست و خیلی فیلم های زیادی الان روی پرده هستن. اون سمت هم سالن‌های اولیشن. این قسمت سالن‌های بزرگتره فکر کنم، اون سمت سالن‌های یه مقداری کوچیک‌تر هستش. این ورم گیشه بلیط و فودکورت و این هاست. یک کتاب قشنگ پیدا کرد. اگر کسی دلیل اینو بفهمه واقعا دیگه مدرسه رو جمع میکنم، 4 تا چیز درست حسابی به بچه‌ها یاد میدم. کتابای این قسمتش همش کتابای یه مقداری ارتباطی و برای معلم‌ها و ایناست. این هم مثلا روش‌های تربیت فرزند و بیشتر ایناست. کتاب متیو مک‌کانهی، همانی عراق سبزها. زبان اصلی. چه باحاله. What I need, what I am thankful for, who is my hero. بجاله. من خیلی وقت دنبال این کتاب میگشتم، ولی صحنه کتاب هم پر شده. کتاب آخر این قسمت هم همشون کتابای زبان اصلی هن. خیلی هاشون هم رمانای خیلی معروفن. این کتاب هم خیلی معروف شده خیلی وقته. برایان تریسی، قورباغه‌ات را قورت بده. حالا که داری بالا رو میگیری اینم من معرفی کنم. یه کتاب خیلی باحاله، من کالد او یا OVE که یه فیلم هم از روش ساختن. اوه حالا من بلد نیستم. یه فیلم هم از روش ساختن که تام هنگس بازی میکنه. اسم خیلی جالبی داره، موزاییک استعاره ها، راجع به یکی از خفن‌ترین کارگردان‌های ایرانی، بهرام بیضایی. چه جالب، گفتگو با بهرام بیضایی و زنان فیلم‌هایش: پروانه معصومی، سوسن تسلیمی، مژده شمسایی. خیلی جالب میتونه باشه. مثلا پوستر فیلم شاید وقتی دیگر که فیلم آورده شده توی کتاب آورده شده. بخش اولش سوسن تسلیمیه، بخش دومش پروانه معصومیه که از همه طولانی تره این دو بخش، و بخش سوم مژده شمساییه که راست شو بخوای من نمیشناسمش. آها تو قسمت آخرش هم فیلم‌های بهرام بیضایی رو کاملا معرفی کرده با اینکه تهیه کنندش کیه و فیلمبردار و نویسنده و بازیگراش. خیلی جالب. بابک کریمی، کتاب این گندگی، گفتگو با منتقدان و نظریه پردازان فیلم. این که این همه راجع به گفتگو با منتقدان نوشته شده من نمیدونم که چی میتونه نوشته باشه. کتابش خیلی سبکه متاسفانه. یا یعنی هم ریزه، کنم خیلی زیاد نوشته شده. بریم این یه طرف دیگه. نریم اگه میشه عباس کیارستمی رو نادیده گرفت. در راجع به فیلم هاشه و گفتگوه، اکثرا داستانی نیست دیگه. واقعا بریم. من دوباره کتاب دیدم، یه انتشارات خیلی ناشناخته تقریبا هست به نام نشر شادان. من اولین کتابای زندگیم رو از این انتشارات خوندم که احتمالا تو کتابخونه‌مون هم
تعداد زیادی از این کتاب‌ها ببینین که الان مثلا توجهم رو جلب کرد که اینجا مثلا کتاباشون هم معمولا رمانای ایرانی هن. عدد داره رمان‌هاش، وقتی که اینجا نوشته رمان 1185 یعنی این 1185مین رمانشون بوده و خب این عدد رو همه کتاباشون داره و خیلی جالبه این که مثلا میزنن که چند تا رمان چاپ شده. اولین کتابی هم که من از این انتشارات خوندم کتاب بعد از او بود فکر کنم، به نویسندگی تکین حمزلی. خیلی کتاب باحالی. صد سال تنهایی یکی از کتاب‌های خیلی مورد علاقه منه. الان انتشاراتش یادم نمیاد ولی خونه دارم، حتما براتون میذارم. مال من خیلی چاپش قدیمیه و خیلی دوستش دارم. خیلی کتاب قشنگیه. انتشارات مختلفه ولی این خیلی معروف تره این مترجم خیلی بهتری فکر کنم این مترجم خیلی بهتریه. بریم خونه. من حتما آخر ویدیو برای بچه‌ها میذارم که از چه انتشاراتی و کدوم مترجم این کتابو خوندم. کتاب جیبی یکی از علاقه‌مندیام کتابایی که تو زمستون تو جیب کاپشن جا میشه. چقدر عجیبه بچه. من نخوندمش اینو. از اینجا نه، اولین بار خیلی هاشونو میبینم. یه بچه میخواست بچه. من شنیدم قبلا راجبش. بچه ها این کتابه رو از نمایشگاه کتاب خریدم. عکاسی، بالون سواری، عشق و اندوه. میگن که خیلی داستانش گریه داره. وقتی که خوندم بعدم میام تو یه ویدیو با هم گریه کنیم. یه چیز دیگه، انتشارات چیزو خیلی دوست دارم. الان بهتون میگم حالم نکنه. بیدگل. کتاب انتشارات بیدگل خیلی کلا ترجمه های خوبی دارن، من حس میکنم، چون خودم چند تا کتاب ازش خوندم. خیابان کاتالین رو گرفتم ولی هنوز نخوندم. انجمن زیرشیروانی رو از همین نشر خوندم و خیلی کتاب قشنگیه. آره دیگه، کلا استایل خاص خودشونو دارن توی طراحی. و یه نکته دیگه این که ما تو کتاب خریدن اینطوریم که محمد یه کتابی رو میبینه به طور رندوم و وا میکنه 2 صفحه ازش میخونه یا از اسمش خوشش میاد و میخرتش. بعد من تا تاریخچه کتابو پیدا نکنم اصلا سمتش نمیرم. خیلی باید بگردم تا کتاب انتخاب کنم. بچه‌ها اینو میتونین برای هر کی که ازش بعدتون میاد بفرستین. بگیرین و برای تولدش براش پست کنین. بیا خیلی فیلمش قشنگه بچه‌ها، پیشنهاد میکنم اگه ندیدین حتما ببینین. یکی از اون عاشقانه‌های خیلی عجیب غریبه. من کتاب کودک خیلی دوست دارم، چون که وقتی بچه بودم و کوچیک بودم همیشه با خواهرم میرفتیم نمایشگاه کتاب و از اونجا همیشه یه عالمه کتابای مختلف واسم میخرید و خیلی جالبن. مخصوصا الان خیلی متنوع شدن، تصویرسازی‌های خیلی خوب و خفنی دارن. پیشنهاد میکنم که اگه مثلا کوچولو دور و براتون دارین حتما واسهشون از غرفه‌های کودک یه کتاب کوچولو بخرین، شاید خوششون بیاد. آهنگ گیم آف ترونز بزن. لای لای لا لا لای لا لا. این ببین، این من احساس میکنم اینا مثلا اینقدر نبوده، مثلا 2 برابر این بوده حجمش، چون که نمیتونستن مثلا نشون بدن که کی با کی ازدواج کرده یا نکرده یا حالا ازدواج نکرده، ولی اینا به خاطر همین مجبور شدن اینقدرش کنن. ولی اینا نشون بده الان این آتش و خونه، این آتش و یخه. این 2 تا سریه. نغمه آتش و خون همین سریال جدیدیه که داره کم یواش یواش پخش میشه، سریال خاندان اژدها. این 2 تا که الان روش نوشته 58
که میشن مجموعه کتابای 11 گانه نغمه آتش و یخ که از روش سریال گیم آف ترونز ساخته شده. اینم اگه بگیری این یه تیکه کوچولوه، اینایی که کوچولو هم هستن همینن، فقط قسمت های مختلفشن. مثلا این 3، این 1، این 58 دیگه. 8 و 9 و ایناش چون که جاهای اینها 9 هم پایینه. این یه ذره اسپیناف توره، یعنی ریونز اصلا یه قسمت خیلی مهمی از گیم آف ترونز بودن. من یه دارم وارد گیم آف ترونز میشم، یه بریم فکر کنم یه سکشن دیگه بهتر باشه. بچه‌ها یه انتشارات دیگه که کلاً قیافه کتاباشو من خیلی دوست دارم. بابا لنگ دراز. آره این کتابا از نشر افق هستن. بذارید من بهتون نشون بدم چقدر خوشگلن. قرمزن. ما بلندی‌های بادگی رو مجدداً از نمایشگاه کتاب خریدیم. من بابا لنگ دراز خیلی دوست دارم. بچه‌م که بودم کارتونشو می‌دیدم. خب بچه‌ها ما سعی کردیم که دیگه جاهای خوشگل باغ کتاب بهتون نشون بدیم. مرسی که تو این ویدیو همراهمون بودین. خداحافظ. 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 یه بار دیگه. خب بچه‌ها ما سعی کردیم تو این ویدیو جای خوشگل باغ کتاب بهتون نشون بدیم. تا ویدیوی بعدی فعلا. خداحافظ.